پنجره بعدی سامری هستش که اگر روش بزنیم در اینجا کلیه نمادهایی رو که در این سیستم یا حالا این معامله‌گر روش ترید انجام داده مشاهده میکنید. ستون اول از سمت چپ لانگ ها هستش، ستون دوم شورت ها هستش و ستون آخر هم توتال یعنی مجموع لانگ ها و شورت ها هستش. برای نمونه در این سیستم معاملاتی یا این حالا معامله‌گر بر روی نماد WTI 8 تا ترید در حالت لانگ و 7 تا ترید در حالت شورت داشته که از این 8 تا تریدی که در حالت لانگ داشته 113 پیپ ضرر معادل 84.5 دلار بوده و 99 پیپ سود معادل 318 دلار در واقع سود بوده که مجموعاً 15 تا ترید با 14 پیپ ضرر و 233 دلار در واقع سود بوده که در اینجا مشاهده میکنید و میتونید اینها رو بر اساس این آیتم ها مرتب کنید. اگر بر روی ترید بزنید میزان ترید رو مشاهده میکنید که بیشترین ترید بر روی WTI بوده و یا میتونید بر اساس حالا پرافیت مرتب بکنید که مشاهده میکنید که بر اساس بالاترین پرافیت اینها رو مرتب کرده در اینجا و یا هر در واقع ترتیبی رو که میخواین میتونید در اینجا پیاده بکنید و به این نتیجه برسید که مثلا بر روی این نماد، بر روی نماد نفت مثلا بیشترین سود رو داره این سیستم معاملاتی یا این معامله‌گر و یا بر روی کدوم نماد تعداد زیادی ترید داره و نتایجی از این دست. دکمه بعدی هارلی یا میزان ساعت‌های معاملاتی و یا در ساعت‌های مختلف معاملاتی میزان سود و یا ضرر رو در این سیستم به ما نشون میده. یک نموداری میاره که محور پایینش در واقع محور افقیش ساعت‌ها هستن، ساعت 3 7 8 9 10 الی ساعت 20 به تایم بروکر هستش و حالا بنفش و سبز رو که مشاهده میکنید ضررها در مقابل به اصطلاح معاملات سودده هستش. مثلا تا حوالی ساعت 11 معاملاتی که در ساعت 11 هستش 14 تا معامله هستش که 10 تاش یعنی 71% با ضرر بسته شده. همین حالت رو میتونید برای دیلی هم برای روزهای مختلف شما داشته باشید. مثلا در این سیستم معاملاتی من با نگاه به این چارت این دستگیرم میشه که این سیستم معاملاتی و یا حالا اگر حساب خودم هستش و متصل کردم به در واقع این سایت در روز جمعه میبینم که من وقتی معامله کردم بیشترین ضرر رو داشتم، یعنی 77% از معاملاتم که در روز جمعه انجام شده با ضرر بوده. بنابراین سعی میکنم که در روز جمعه معامله نکنم یا معاملاتم کم باشه و یا معاملاتم رو با احتیاط بیشتری در واقع باز بکنم. کلید بعدی ریسک آف رون هستش و یا احتمال خرابی یا نابودی حساب یا همون RBR هستش. این RBR رو دوستان با ریسک به ریوارد اشتباه نگیرید. ریسک به ریوارد رو در اینجا داشتیم، حالا برای این سیستم معاملاتی ریسک به ریوارد رو داشتیم که در اینجا گفته که 34 تا از 78 معاملش با سود و در واقع 44 تا هم با ضرر بسته شده، یعنی ریسک به ریوارد این سیستم معاملاتی 44% هستش، 44% با سود بسته میشه. ولی آربار یک چیز دیگه هستش، ریسک آف روم. این معیار و یا جدول که خیلی هم مهم هستش احتمال نابودی حساب رو نشون میده. یعنی حالا این پایین هم گفته که مثلا اگر در واقع ما این به اصطلاح موسمون رو بیاریم و بر روی یکی از این ستون ها قرار بدیم، فرض کنید که حالا در واقع بر روی این ستون من قرار میدم، پایینش گفته که 61 و 65 درصد 61 و 65 درصد احتمال وجود داره، این شانس وجود داره که این اکانت 10% از در واقع موجودیش رو کاهش بده. برای این منظور باید 12 تا معامله ضرر پشت سر هم انجام بده و یا بیایم پایین تر در واقع کمتر از 0.01% این احتمال وجود خواهد داشت که این اکانت 90%ش رو
از دست بده، 90% سرمایه اولیش رو از دست بده، مستلزم 107 تا معامله پشت سر هم ضرر هستش و یا 4% احتمال داره که نصفش مثلا با این سیستمی که هستش 50% موجودیش رو از دست بده، مستلزم 59 تا ضرر مداوم هستش و این در واقع این رو میرسونه که با این ریسک منیجمنتی که این سیستم معاملاتی داره، این اعداد برای این سیستم محاسبه شده و آیتم مهمی هستش. و کلید بعدی دیوریشن و یا مدت زمانی هستش که این معاملات باز یک چارت رو میاره که محور پایینش محور زمان هستش که از 0 شروع میشه، 23 ساعت، 1 روز، 2 روز، 3 روز و در قسمت بالا معاملات ضررده و سودده رو میبینید و محور قائمش میزان در واقع درصد سود و یا زیان هستش. مثلا در اینجا مشاهده میکنید که این سبزایی که مشاهده میکنید و میزان حالا سود یا ضررش هم حول و حوش مثلا 2.5%، 2.4%، 3% اینها هستش، در بازه در واقع زمانی و یا در طول مدت معاملاتی بودن که در طول مدت مثلا حول و حوش 9 ساعت الی مثلا 14 ساعت انجام شده. مثلا این معامله که هستش که در واقع 25% هم سود داشته در عرض 6 دقیقه انجام شده و یا این معامله که هستش که 3% ضرر داشته 3 روز و 7 ساعت به طول انجام میده. با این نمودار هم البته خب دیتای این سیستم معاملاتی کم هستش و اگر دیتا زیاد باشه و به صورت مدون و منظم باشه میتونیم ما به این نتیجه برسیم که بیشترین معاملاتی که برای ما سودآور بوده با یک درصد مشخص در چه زمانی انجام شده و یا چقدر به طول انجامیده. این رو هم میتونیم از این سایت ما در جهت بررسی یک سیستم معاملاتی استخراج بکنیم. آیتم ارزشمند بعدی که این سایت ارائه میده MAE و MFE هستش که البته برای این سیستم نمایش داده نمیشه که برای همین من در یک سیستم معاملاتی دیگه این رو نشون میدم. MAE و MFE در واقع 2 تا گزینه هستش که بر اساس حالا مرتب سازی که در اینجا هستش میتونیم ما در اینجا اون رو مرتب بکنیم. MAE در واقع نشان دهنده حداکثر مقدار زیان تحقق نیافته در طول مدت معامله هستش. این چارتی که آورده محور پایینش در واقع نتیجه اون معامله رو به پیپ نشون داده که با چه نتیجه‌ای بسته شده و محور عمودیش MAE رو نشون میده. حالا برای مثال اگر این رو در نظر بگیریم که با رنگ قرمز مشخص شده، MAEش منفی 27.6 و ترید آوتکامش منفی 20، یعنی این معامله که باز شده در طول مدت معامله منفی 27 پیپ ضرر رو تجربه کرده ولی در نهایت با 20 پیپ ضرر بسته شده. مثلا این معامله 68 پیپ ضرر رو تجربه کرده و در نهایت با 14 پیپ ضرر بسته شده. و یا این معامله بعد از این که حالا مثلا فرض کنید این معامله باز شده منفی 1 پیپ وارد ضرر شده ولی در نهایت با 12 پیپ سود بسته شده. وقتی این رو بررسی میکنیم ممکنه که متوجه بشیم که در این سیستم معاملاتی که ما داریم و اون متصل کردیم به در واقع این سایت، معاملاتمون اغلب قبل از تبدیل شدن به سود ضررهای نامطلوبی رو تجربه میکنن و یا برعکس قبل از ممکنه تبدیل شدن به ضرر وارد سود میشن. این رو میتونیم ما بررسی بکنیم برای اینکه استاپ و TPمون رو با توجه به توزیعی که در حالا مثلا یه 200 تا معامله انجام دادیم و این رو مشاهده میکنیم اصلاح بکنیم و خیلی کمک میکنه به این قضیه. میتونیم این مرتب سازی رو بر اساس MFE هم مرتب بکنیم. MFE هم در واقع این رو نشون میده که این معاملات قبل از این که بسته بشن تا چه میزان وارد سود شدن و سپس بسته شدن. در واقع همون سود محقق نشده هستش. مثلا در اینجا اگر این رو ببینیم این نشون میده که این معامله‌ای که در نهایت با 30 و خورده پیپ ضرر بسته شده در 16.8 پیپ سود قرار داشت در طول معامله، یعنی میتونست با 16.8
در واقع سود بسته بشه، ولی با 30 و خورده پیپ ضرر بسته شده. حالا وقتی که اگر من ببینم که توزیعم در واقع در اینجا بیشتر هستش، میتونم در جای به اصطلاح تی پی و استاپ تجدید نظر کنم تا بالاترین نتیجه رو بتونم کسب کنم. خب دوستان، فقط از این قسمت که ما جلو رفتیم 2 تا کلید در این ناحیه گولز و براوز موند که من خاطرم رفت به اونا اشاره بکنم. گولز در واقع به اصطلاح اهدافی رو که معامله‌گر البته برای این سیستم معاملاتی این پرایوت برای خودش حالا نشون داده، ولی خب میتونیم ما برای خودمون گولز و یا اهدافی رو تعریف بکنیم به صورت دیلی، ویکلی، مانسلی و یا سالانه، که مثلا هدفمون در مثلا یک مدت روزانه رسیدن به چه میزان میتونیم سود تعریف بکنیم یا حداقل لوز تعریف بکنیم و یا به اصطلاح تعداد ترید تعریف کنیم. اینها اهدافی است که میشه به اصطلاح تعریف کرد و سپس نتایجش رو برای ما نشون خواهد داد این سایت. و در قسمت براوزر هم میتونیم بر جفت ارزهایی که در واقع هستش در اون بروکر ما این چارتش رو بیاریم که حالا اینها زیاد مهم نبودن که در اینجا این 2 تا قلم رو هم من جا انداخته بودم که به اونها هم خواستم اشاره بکنم. در قسمت پایین در این پنجره ما تریدینگ اکتیویتی رو داریم که تریدهای باز رو برای ما نشون میده و سفارشات باز رو برای ما نشون میده. و کلید سوم هم هیستوری، یعنی به اصطلاح 82 تا در واقع تراکنشی که این سیستم معاملاتی داشته برای ما نشون میده. اگر این سیستم رو یا همون اکانت رو خودمون متصل کرده باشیم به سایت مای فیکس بوک، میتونیم به عنوان ژورنال هم ازش استفاده بکنیم. میتونیم در اینجا تگ های مختلفی رو تعریف بکنیم و از این تگ ها هر ترید رو که انجام میدیم با استفاده از این تگ ها اون رو تعریف بکنیم تا در به اصطلاح بازه های مختلف زمانی بررسی بکنیم استراتژی و یا ستاپمون رو که در کدام ستاپ برای ما سود هستش و یا برعکس در کدام ستاپ برای ما ضررده هستش. همچنین میتونیم یک به اصطلاح تصویر و یا فایلی هم برای اون ترید، حالا فرض کنید از چارت عکس بگیریم و در واقع در اینجا ذخیره بکنیم و نیازی نیستش که از اکسل استفاده بکنیم. به مراتب خیلی بهتر ژورنال رویسی رو برای ما این سایت فراهم کرده با این امکاناتش. ولی خب حالا اینجا کل ترید ها رو مشاهده میکنید به همراه ترانزکشن ها که حالا میتونیم مرتب بکنیم بر اساس میزان نت پرافیت. فرض کنید که مثلا بالاترین از نظر بالاترین ضرر مرتب بکنه، بالاترین سود مرتب بکنه، دیوریشن مرتب بکنه و سایر گزینه هایی که در اینجا مشاهده کنید. ریز معاملات رو در اینجا میتونید ما مشاهده بکنید. خب کلید بعدی اکسپوژر یا به اصطلاح نسبت معاملات باز یا درگیر به موجودی حساب رو نشون میده. برای مثال فرض کنید که اگر حسابمون مثلا $1000 باشه و تعدادی هم معامله باز با ارزش حالا از نظر لاتیج نه و از نظر مارجین مثلا $500 داشته باشیم، این عددی که در اینجا نمایش داده میشه میزان در واقع اون معاملات، ارزش معاملاتی باز تقسیم بر کل موجودی حسابمون خواهد بود، یعنی مثلا 50% خواهد بود که در اینجا چون حالا معامله باز نداریم این رو نشون نداده. و در این قسمت هم مانسلی انالیتیکس رو داریم که حالا واسه این سیستم به اصطلاح تریدی که هستش 2 ماه بیشتر سن نداره. برای ماه فوریه و ماه مارچ مشاهده میکنید بازدهی در حقیقت اون سیستم رو در ماه‌های مختلف نشون میده. مثلا برای این سیستم 10% برای ماه فوریه. اگر روش بزنیم یه سری اطلاعات هم اینجا میاره که ریوارد به ریسک ریشیو هستش برای ماه فوریه برای نمادهای مختلف که حالا از اینجا میتونیم بر اساس تغییر سود، لاتیج و پیپس اینها رو مرتب بکنیم. و پراکندگی معاملات در نمادهای مختلف، مثلا در ماه فوریه برای این سیستم معاملاتی یا این حساب نماد برند 30% از کل معاملات رو که 18 تا معامله باشه تشکیل میداد و WTI و غیره. و در این قسمت هم میانگین باز بودن یا حالا مدت زمانی که اون معامله باز بوده در
دو حالت لانگ و شورت رو نشون میده در نمادهای مختلف که این اطلاعات رو هم میشه از این قسمت به اصطلاح استخراج کرد. دوستان در قسمت بالای سایت اگر بیایم کلید کاستم آنالایزیس هستش که اگر این رو بزنیم تعدادی گزینه برای نحوه آنالایز این اطلاعات برای ما خواهد آورد که در پنجره باز شده در سطر بالایی زمان رو داریم که در حالت دیفالت برای کل تاریخچه زمانی اون سیستم معاملاتی یا حساب متصل به سایت هستش این اطلاعات رو میاره، ولی میتونیم برای 1 سال آخر، 6 ماه، 3 ماه، 1 ماه، 1 هفته و 1 روز آخر داشته باشیم. مثلا 1 ماه رو من بزنم و انالایز رو بزنم، تمامی اطلاعات بر مبنای 1 ماه اخیر که حالا در این سیستم معاملاتی ماه مارچ هستش به نمایش در خواهد اومد و همچنین میتونم به اصطلاح بازه زمانی دلخواه رو در استارت و اند وارد بکنم و انالایز رو بزنم. در قسمت پایین سیمبل تمامی نمادهایی رو که این سیستم معاملاتی باشون معامله کرده به اصطلاح داره که میتونم حالا دونه به دونه انتخاب کنم، مثلا نماد نفت رو انتخاب بکنم و برای من بیاره و کلید ماجیک اگر حالا اون بروکری که باش ترید انجام میدیم برای ترید هامون یک ماجیک نامبر داشته باشیم، اینها رو میتونیم از اینجا مدیریت بکنیم، مثلا ترید های با ماجیک نامبر های مشخصی رو برای ما بیاره. و قسمت تگ که عرض کردم در ویدیوهای قبلی هم که میتونیم برای ما بسیار مفید باشه و استفاده بکنیم، برای اینکه از تگ استفاده بکنیم میبایست به معاملاتمون در قسمت هیستوری یک تگی رو قبلا اختصاص بدیم. مثلا من برای حالا این حساب تعدادی تگ رو که هر کدوم نماینده یک ستاپ هستش اختصاص دادم و هر معامله رو با تگ های مربوطه در اینجا مشخص میکنم. حالا اگر بیام در اینجا و در واقع مثلا تگ شماره 10 رو مشخص کنم و انالایز رو بزنم، تمامی معاملاتی رو که با ستاپ شماره 10 برای من انجام شده این نتایج رو برای اونها خواهد آورد که 25 تا معامله هستش. اینجا هم میتونم هیستوریاشون رو مشاهده بکنم و در واقع سایر تگ ها رو میتونید از اینجا مدیریت بکنید و حالا به اصطلاح ستاپ مورد نظر و سودده و یا برعکس ستاپ‌های ضررده رو برای اون سیستم معاملاتتون مشخص بکنید. و در قسمت تایمینگ هم بر اساس روزهای هفته میتونید مشخص بکنید. مثلا من میخوام که تمامی معاملاتی رو که در روزهای جمعه و تحت هر ساعتی انجام دادم برای من مشخص بکنه. اگر این تنظیمات رو اعمال بکنم و انالایز رو بزنم، این مشخص خواهد کرد که من در روزهای جمعه که معامله کردم حدود 4% زیان متحمل شدم، 13 تا معامله‌ام بوده و هیستوریش رو هم در اینجا میاره برای من که میتونید استفاده بکنید. و گزینه بعدی یا کلید بعدی ترید هستش که بر اساس گینی که کسب کردم، یعنی بر اساس اون رشد حساب و یا سودی که مثلا مینیمم معاملات رو بیاره که مثلا سود مثلا مینیمم میتونم اینجا وارد کنم 50 تا مثلا $100، حالا هر چقدر باشه. مثلا میخوام من معاملاتی رو که با 1/10 لات کلا انجام دادم برای من بیاره، مینیمم و ماکسیمومش رو 1/10 تنظیم میکنم و ترید ها رو حالا بای و سل و این تیکاشو میزنم فعال باشه و انالایز رو میزنم. تمامی معاملاتی رو که با 1/10 لات من انجام دادم برای من میاره که 60 تا معامله هستش و در قسمت هیستوری مشاهده میکنید که تمامی حجم ها 1/10 هستن. و عرض شود که بعد از اینها هم میتونیم ما تنظیمات دیگری رو مثلا دیپوزیت یا واریزی و برداشتی رو اینجا اگر تیکش رو برداریم و انالایز رو بزنیم، در محاسبات واریز و برداشتی رو دخالت نمیده و فقط تمامی محاسبات رو بر مبنای دیپوزیت اولیه برای ما نشون میده که $1000 بود. در اینجا مشاهده میکنید که همون $304 که سود کرده بودیم گین و ابسولوت گین رو هم 30.48 دلار برای ما محاسبه میکنه. و حالا اگر مثلا شخصی عکس در واقع این صفحه رو انداخته، فرض کنید یک شخصی که مثلا $1000 واریزی انجام داده و بعد مثلا 5 روز بعد $10,000 دوباره دیپوزیت انجام داده و حجم‌های بالایی معامله کرده و سودهای زیادی رو کسب کرده و این محاسبات رو که سایت انجام میده اگر تیک واریز و برداشت رو برداره، اینها عددهای بسیار بالایی خواهد بود. به همین خاطر هم شما حسابی رو که مورد بررسی قرار میدید بهتر استش که خودتون
دسترسی داشته باشید به این حساب تا بتونید اون اطلاعات مربوطه رو به اصطلاح خودتون مطمئن بشید از صحت و سقم اون اطلاعاتی که در سایت آپلود شده. و عرض شود که اینجا پایین هم میتونید که کاستوم دیپوزیت رو بزنید. مثلا فرض کنید که این فعال نباشه و دیپوزیت هم اگر مثلا $10,000 بود، حالا چجوری میشد اینها رو ببینید که محاسبات رو بر مبنای دیپوزیت اولیه $10,000 برای شما انجام میده که درودان کم شد و گین هم کم شد و در واقع اینها رو میتونید از اینجا اعمال بکنید. بعد از انجام اینها، حالا اگر سایت رو یک بار ریفرش بکنید، کلیه تنظیمات به حالت دیفالت برخواهد گشت و محاسبات بر مبنای اون حالت دیفالتی که برای کل تاریخچه زمانی و غیره هستش محاسبه خواهد شد. یک ابزار دیگری که من در این سایت دیدم و میتونه مفید باشه فارکس کلکیولیتر هستش که اگر روش بزنیم تعدادی در واقع ابزار برای محاسبات کارنسی کانورتر و پوزیشن سایز و نمیدونم پیپ کلکیولیتر و غیره هستش که حالا مثلا ممکنه بعضا به درد بخوره. مثلا کارنسی کانورتر تبدیل ارزها در مقابل یکدیگر رو انجام میده که حالا تمامی ارزها رو میتونید در اینجا داشته باشید به جز البته ایران و کره شمالی که در واقع سایر کشورها هم در واقع اینجا هستن که میتونید مشاهده بکنید. و پیپ کلکیولیتر هم مثلا برای نشون دادن ارزش یک پیپ با حجم‌های مختلف، فرض کنید ارزمون $، باشه و یک لات استاندارد داشته باشیم و بخوایم بدونیم که یک پیپ چقدر ارزش داره، از این محاسبه میتونیم استفاده بکنیم. مثلا در جفت ارز آیدی به USD هر پیپ $10 ارزش داره. برای یورو هم همونجور، یورو USD هر پیپ $10 ارزش داره و سایر ابزارهایی که در اینجا مشاهده میکنید و میتونید از این ابزارها استفاده کنید. مثلا ها درودان کلکیولیتره که مثلا فرض کنید که یک حساب $1,000 دارید و در اون سیستم معاملاتی شما حداکثر 5 تا ترید پشت سر هم ضرر دارید که در هر کدوم هم 5% یا مثلا فرض کنید 4% شما زیان متحمل میشید که حالا در اینجا میتونید این رو کلکیولیت رو بزنید و مشاهده بکنید که در ضرر پنجم شما 18.46% از حسابتون معادل 184 و خردی $، کم خواهد شد و بالانس منتهی به این دورتون هم $815 خواهد بود و سایر به اصطلاح ابزارهایی که در اینجا مشاهده میکنید. دوستان در این ویدیو، در این 3 ویدیو به نحوه بررسی یک سیستم معاملاتی که حالا میتونه سیستم معاملاتی خودمون و یا سایر سیستم ها باشه پرداختیم و در ویدیوی بعدی هم برای نمونه چند تا سیستم معاملاتی موجود در سایت مایفیکس بوک رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیدوارم که مفید بوده باشه این ویدیوها. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.